با یک سوالی که از مدل‌های کسری کار کنیم. در این وقت در هر دو طرف همچون تناسب داده شده. اینها رو چه کار میکنیم؟ اول ببینیم یک تقسیم ضرب یک قوس داده. وقتی شما این نمودی سوال رو یا این نمودی فود رو میبینید، شما یک جای کرده میتونید. یعنی این به چی مانند است؟ یعنی یک تقسیم A ضرب B. اگر ضرب B باشد B کمتر که جلو شد. یعنی ما چه پیوست میکنیم؟ B به مخرج میرم. B تقسیم A. قطعی رقم ها اگر نویسم یک تقسیم 2 ضرب 5 باشد، این رو ما 5 تقسیم 2 نوشته میتونم. بازار کن به سوالی خودمون برگردیم. یعنی چه یاردم میکند به ما همین فود رو 5 جمع 3x تقسیم 8 برابر به 3 جمع x تقسیم 3 نوشته میتونیم. بعد دوامش البته که ضرب‌های یعنی ضرب‌های درونی سرعت با مخرج با سرعت نشان دهم. ضرب‌های تناسبی خیلی. بعد این چی میشود؟ 3 ضرب 5 جمع 3x برابر میشود 8 ضرب 3 جمع x و این برابر میشود به 15 قوس رو اگر کشویم جمع 9x برابر میشود به 24 جمع 8x. مدل ما منطقی ما کار کنیم چه خیلی است؟ x و ifadای x2 رو به یک طرف میگیریم، یعنی به طرف چپ بسیاری وقت یکی فرق ندارد، خواهیم به طرف راست هم گرفتن جواب یخی میبراید. به طرف چپ گیریم عادت رو عوض نکنیم. 9x این 8x به طرف چپ رو اگر مینوس 8x میشود. رقم 24 در این طرف بود، فقط 15 رو میگیریم به این طرف. در اینجا کی پلوس است مینوسی 15 میشود و اینجا 9x مینوس 8x این به x برابر میشود، یعنی 1x 24 مینوس 15 این به 9 برابر میشود، یعنی اینجا باید ما ده میشود. البته که مدل ها رو سنجیدن مهم است. سنجش این مدل هم آسان تر است. سنجش گذارانیم اگر سنجش کنیم طرفی راست گویم اگر x 9 باشد چی می شود؟ 3 جمع 9 تقسیم 3 می شود، این به 4 برابر می شود. 12 تقسیم 4. طرفی چپ هم یعنی 1 تقسیم 8 ضرب 5 جمع 3 ضرب 9 درونی قوس 27 جمع 5 32 تقسیم 8 برابر 4 می شود، یعنی x یافتگی ما درست است.